چگونه که مشاهده می رسد امروز در دولت‌های برخورد دولت‌های همسایه کشور ما که ناسازگاری میان مردم و دولت به وجود آمده است و همچنین در دولت تازه استقلال جمهوری تاجیکستان نیز سرقانون جمهوری تاجیکستان فعالیت هر یک فرد را که کار و فعالیت آن را زندگی آن را معین کرده است و ما میتونیم که از سرقانون خود استفاده برده که فعالیت کاری خیش را در میان که دولت صاحب استقلال خود برآمونیم. ندانستن قانون آدم را از جوابگری رها نمی‌سازد. هر کسی که از قانون که قانون شکنی میکند و سخنایی که از بزید حکومت دولت بزید هر یک مثال دولت خیش برآمد میکند باید جوابگری کشیده شود و باید دولت آنها را به یک شکل معین به یک گفتار معین که آشکارا باید مثال فهمونند که مثال در میان مردم عادی را به دیگر تلقا و اینکه ترس به وجود نآورد. و امروز ما که دانشگاه دولتی کلاب که آموزگاران در دانشگاه دولتی کلاب کار و فعالیت میکنیم میسازد که هر یک دانشجو را در پرتو خردمندانه اساسگذار اصول وحدت ملی در که در حاشیه گفته‌های سرور دولتی خیش که با آنها بفهمونیم و قانون و قانونمندی های جمهوری تاجیکستان را با آنها بفهمونیم تا با گفتارهای دیگر شخصیت ها باور نکنند و به دولت خیش که خیانت نسازند.